سلام، عرض ادب. در مورد ستاب باکس آی سی تی، این ستاب چیزی شبیه پیوتری یا AMDه، ولی زودتر و بهتر از AMD بهمون سیگنال ورود میده. کاری که اول باید انجام بدیم پیدا کردن یک نقدینگی که میتونه این نقدینگی سقف و کف باشه، نقدینگی سوینگ ها باشه، نقدینگی سشن ها باشه و حالت کلیش به این شکله. ببینید اینجا روی داو جونز ما یک نقدینگی از نوع سوینگ داشتیم اینجا. خب منتظریم که قیمت بیاد و هانت انجام بده. بعد از اینکه هانت انجام داد باید قیمت مجددا ریورس کنه به سمت داخل. اینجا موظفیم بادی کندل هایی که نقدینگی داشتن رو علامت بزنیم و بعد از اینکه هانت انجام میشه قیمت برمیگرده داخل. تو ریتست دوم اینجا که داره بادی ها رو ریتست انجام میده، استاپ بالای ناحیه است و تارگتش سمت دیگه نقدینگیه که اینجا نقدینگی ما اینجا بود و سه تا هم براتون عکس داخل دوره گذاشته بودم که انواع ورودهای ما توی ستاب پیوتری بود که یه نوعش اینجوری رنج ساخته میشد، اکومولیشن ساخته میشد، بعد حرکت به سمت بالا، برگشت به رنج، پول بک به ناحیه، فیک بریک بود که نقطه ورودمون بود و حرکت به سمت پایین. از اون سه تا مدل اینجا هم میتونید استفاده کنید. ببینید اینجا رو، این ناحیه رو ببینید، قیمت یک هانت نقدینگی انجام داد، بلافاصله برگشت داخل رنج. بادی این ناحیه رو مشخص میکنیم، بادی کندل ها رو ببینید، خطش رو قرمز میکنم که رنگش قابل تشخیص باشه. خب برگشت تو پولبکی که میزنه، نقطه ورود ما توی پولبک، استاپ معمولا بالای این ناحیه است، تارگت سمت بعدیه یعنی نقدینگی بعدی که اینجا تارگتشه. مجددا دنبال نقدینگی سقف یا کف هستی، فرقی هم نداره چه تایم فریمی باشه، حتی تایم فریم روزانه همین کاربرد داره. اینجا رو ببینید، یک سقفه، البته دیگه این ATHشه، بذارید بریم تایم پایین تر، بریم مثلا روی یه دارایی دیگه، بریم روی یورو. خب چه اتفاقی افتاد؟ اینجا نقدینگی ما بود، علامت بزن، منتظر باش، نقدینگی، هاند، برگشت به داخل. بادی این کندله برای ما اهمیت داره، حالا من با همین خط بادی رو علامت میزنم. موقعی که پولبک میزنه به بادی، وارد پوزیشن لانگ میشیم، استاپ پشت ناحیه است. خب تارگت یکش که اینجا بود تاچ شد، تارگت دوش این بالاست. بریم تایم بزرگتر. خب چه اتفاقی افتاد؟ قیمت، بریم یک ساعته، میبینید اینجا یک نقدینگی از نوع سوینگ بوده، علامت بزنید این نقدینگی ها رو تو این ستاب
ستاپ باکس ستاپ خوبیه. خب بادی ها رو شادوها رو علامت زدم، منتظر هانتم. بادی کندل ها هم برام مهمه. فقط دقت داشته باشید تو تایم های روزانه سعی کنید از خود شادوها در نظر بگیرید. زیر تایم 4 ساعته بادی رو در نظر داشته باشید. خب خط نارنجی هاند برگشت به داخل، پس ستاب من تشکیل شده. منتظرم قیمت مجددا پولبک بزنه به خط قرمز. استاپ بالای فیک بریک اوتم. تارگتش اینجا بود. به زیبایی اومده تارگتش رو تاچ کرد. حداقل 50-60 تا بک تست بگیرید از این ستاپ خوب و کاربردیه. قطعا ریوارد های خوبی میتونید ازش بگیرید. فرقی نداره ها رو چه تایم فریمی باشه، رو چه دارایی باشه، میتونید ازش ستاپ های خوبی بگیرید. بریم روی بیت، بریم سایم دیلی. خب همه اینا نقدینگی هایی بودن که قیمت جا انداخت. اصلا بالا رو نگاه کن، بالا هاند، بعد از هاند برگشت به داخل رنج. اینجا ما گفتیم توی روزانه شادوها رو مد نظر داریم. برگشت پولبک به این نقطه ورود، استاپ بالاش، تارگتش اینجا بود، اومده تاچ کرده. الان مجددا همه اینا نقدینگی بود. اومد هاند کرد، برگشت داخل رنج، پولبک زده به ناحیه فیک بریکوتش، داره میره به سمت نقدینگی داخلیش. بریم روی طلا. طلا فعلا یک کله داره به سمت بالا حرکت میکنه. اینجا رو ببین، نقدینگی بود، اومد هاند کرد، برگشت داخل، با این کندله پولبک زد به این، میبینی شادو پولبکش رو زد، تارگتش اینجا بود، اومد با این حرکت تارگتش رو داد. استفاده کنید، قطعا ریوارد های جذابی میتونید ازش بگیرید. پر نور و پر برکت باشید.